آیا من خجالتیم؟ یا اعتماد به نفسم پایینه؟ این سوال ساده نیست، چون خجالت و اعتماد به نفس دو کلمه شبیه به همن، اما اثرشون روی زندگی زمین تا آسمون فرق داره. خیلی فکر میکنن اگه حرف نمیزنن، اگه خودشون رو عقب میکشن، اگه دیده نمیشن، فقط خجالتی هن. اما حقیقت اینجاست. گاهی آنچه اسمش رو خجالت میگذاریم در واقع یک الگوی عمیق روانی تخریب کننده است. بعضی آدما ساکتن چون عمیقن. بعضی ساکتن چون انتخاب میکنند. اما بعضی ساکتن چون ذهنشون یاد گرفته که عقب نشینی امتر از دیده شدنه و اینجاست که خجالت از یک ویژگی ساده تبدیل میشه به سم. بیایید صادق باشیم. اگه خجالتی بودن بی خطر بود، چرا این همه فرصت رو میکشه؟ چرا باعث میشه حرف تو قورت بدی؟ چرا باعث میشه استعدادت پنهان بمونه؟ چرا همیشه کمی عقب‌تر از جایی هستی که لیاقتشو داری؟ روانشناسی میگه خجالت اغلب یک رفتار شرطی شده است، نه یک ویژگی ذاتی. ذهن بعد از تحقیر، قضاوت، مسخره شدن یاد میگیره که دیده نشدن مساویس با زنده موندن. و اگر این یادگیری اصلاح نشه تبدیل میشه به الگوی اجتنابی. تو فرار نمی‌کنی چون ضعیفی، فرار می‌کنی چون مغزت فکر می‌کنه داره از تو محافظت می‌کنه. اینجاست که تفاوت هستی مشخص میشه. خجالتی بودن یعنی ناراحتی موقتی در موقعیت اجتماعی، اما بی‌اعتماد به نفس یعنی باور عمیق به این که من کافی نیستم. خجالت یه احساسه، بی‌اعتماد به نفسی یه هویت درونی شده است. کسی که فقط خجالتیه اگه فضا امن بشه باز میشه، اما کسی که اعتماد به نفس نداره حتی در امن‌ترین فضا هم خودشو سانسور میکنه. اگه تا همین جایی که ویدیو حس کردی این حرف رو دقیقاً به خودت میخوره، یه کار ساده بکن. همین الان ویدیو رو لایک کن. نه برای من، برای اینکه ذهنت این پیام رو ثبت کنه که من دارم آگاهانه روی خودم کار میکنم. و خطرناکترین جمله اینجاست: من همینم، ذاتمه. در حالی که این فقط یه برنامه قدیمی ذهنیه. اینجا به اوج میرسیم. خجالت اگه درمان نشه فقط تو رو ساکت نمیکنه، تو رو نامرئی میکنه. نامرئی در کلاس، نامرئی در رابطه، نامرئی در شغل، نامرئی در زندگی. و دنیا هم با آدمای نامرئی کاری نداره. نه چون بی‌ارزشن، بلکه چون خودشون ناخودآگاه تصمیم گرفتن دیده نشن. اینجاست که باید عصبانی بشی. نه از خودت، از سیستمی که سالها تو رو عقب نگه داشته. اما حالا نور، چیزی که یاد گرفته شده میتونه یادزدایی بشه. اعتماد به نفس احساس نیست. اعتماد به نفس نتیجه اقدامه. مغز با فکر قوی نمیشه، با عمل ناقص ولی تکرار شونده قوی میشه. هر بار که با وجود خجالت حرف میزنی، هر بار که با وجود لرزش جلو میری، هر بار که کامل نیستی اما پنهان نمیشی، ذهنت ثبت میکنه من زنده موندم، پس میتونم. این یعنی بازنویسی هویت. دنیا برای آدمای بی خجالت ساخته نشده، اما برای کسایی ساخته شده که جرأت حضور دارن، حتی با ترس. تو لازم نیست بی خجالت باشی. لازم فرمان رو بدی دست آگاهی، نه ترس. اگه این ویدیو برات آینه بود، اگه فهمیدی بعضی عقب نشینی و انتخاب نبوده، شرطی سازی بوده، همین امروز در اولین موقعیت به جای عقب رفتن فقط بایست. نه عالی، نه کامل، فقط حاضر. و آخرین جمله: اعتماد به نفس از فکر کردن به خودت نمیاد، از کمتر فکر کردن و بیشتر عمل کردن میاد. اگه وقت رهاییه، اگه حس میکنی دیگه نمیخوای نامرئی بمونی، این مسیر رو ادامه بده. تمرین کن و خودت رو از پشت دیوارهای قدیمی بیرون بیار، چون زندگی اون طرف خجالت شروع میشه عزیزم.